خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد که مذاکرات ایالت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پیرامون آتش بس شروع شده است. بنا به اطلاع این نهاد، در مذاکرات رئیس کمیته دولتی امنیت ملی دو کشور گنرال لتنان قمچبک توشی و گنرال پالکوونیک سیموین یتیموف اشتراک دارند. در این رابطه شدت تیرپرانی‌ها در مرز سست‌تر شده ایستاده است. جهت آتش بس پوره و به اعتدال آوردن وضعیت کارها رفته ایستادند. گفته می شود در اطلاعیه جانب تاجیکستان خبر شروع مذاکرات را هنوز رسما تصدیق نکرده است، بلکه میگوید به حالت تا ساعت 10 خرداد در طول مرز تاجیکستان و قرقیزستان همچنان ادامه داشتند و جانب قرقیزستان دو دفعه پیشنهاد آتش بس را صرف نظر کرده است. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان در اظهاراتش نوشت به حالت ساعت 10:00 16 سپتامبر سال 2022 در تمام سمت‌های سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان مناقشه‌های مسلحانه ادامه داشته. قوه‌های نظامی کشورهای همسایه از تمام نمود سلاح‌های وزنین و آتشفشان در اختیارشان قرار داشته دهه‌های نزد سرحدی تاجیکستان انشاءات ملکی و خانه‌های استقامت کنندگان را تحت گلوله اندازی و تیرپرانی قرار دادند. وضع در مرز ولایت سوخت تاجیکستان و بادکن قرقیزستان صبح بر وقت 16 سپتامبر سال 2022 دیگر باره به شدت بد شد.